رخشانه پس از 22 سال سلیمان شد. هفته گذشته ساکنان دهه نوآباد ناحیه کلاب از مرد شدن رخشانه در حیرت افتادند. پدرش معرکه خرد برگزار کرد و فرزندش را با اسم مردانه به همدهگان معرفی نمود. سلیمان نه تبدیل جنس کرده است و نه هم جنسگر است. از بس که آلات جنسی مردانه اش در نوزادی داخل بدن فرو رفته بود، والدین فکر کردند که دختر است. سلیمانی سید نبی که تا 2 هفته گذشته رخشانه نام داشت، روزی 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت همیشه احساس داشت که پسر است، ولی شرم می داشت که مشکل خود را به کسی بگوید. او 2 هفته پیش بعد عملیات در بیمارخانه ابن سینا جنسش را در شناسنامه رسما عوض و اشتباهی که سالها او را آزار میداد اصلاح کرد. سلیمان میگوید به کالج طبی شهر دوشنبه داخل شد و ضمن تحصیل خود را بیشتر شناخت. جامعه تاجیکستان همگونه تبدیل جنس حتی از روی ضرورت را به سختی میپذیرد و قریب در همه مورد آن را به همجنسگرایی آمیزش میدهند. از این رو نفرانی که به گفته خودشان در جسم دیگر به دنیا آمدند، این اشتباه مادرزادی را پنهان می‌دارند و عمر اذیت میکشند. تعداد آنهایی که از این گونه اشتباهات طبیعی اذیت میکشند معلوم نیست. بیمارستان‌های تاجیکستان سالانه 1-2 عملیات به این مانند را به شکل پنهانی انجام میدهند و معمولا نام آنهایی که جنسشان را عوض میشود آشکار نمیشود. وقتی سلیمانی سید نبی بلندی کرد و خانواده‌اش را به دکتر نشان دادند. در اکثر موارد در چنین حالت دیگر پدر و مادر از این گونه دعوای فرزندان استقبال نمی کنند و تلاش می کنند قضیه را در جایش خاموش کنند. سال 2013 دختری در ناحیه 5 اعلان کرد که پسر است و با لباس مردانه در کوچه حاضر شد، ولی این خواهش او را بیشتر بدنام کرد. نه تنها پدر و مادر بلکه همسایه و همدیگه با او نفرین خواندند و نواری را که از او در آن دروغ بودن این ادعا صحبت میکرد در تلویزیون دولتی به نمایش گذاشتند. ضمناً سلیمان کالج طبی را ختم کرده است و میخواهد به دانشگاه طبی داخل شود. اشور نوراللهیف یک تن از نزدیکان این جوان روزی 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت تا زمان جراحی فکر میکردند رخشانه دختر است که طبیعت مردانه دارد. همدیگانش از این خبر که رخشانه پسر بوده است در حیرت افتادند. نظرالله عبداللهیف ساکنی دهه نوآباد ناحیه کلاب روزی 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت رخشانه همسنف خواهرش بود و تا این زمان باور نمی‌کردند که پسر است. 3 سال پیش امیده یک جوان دختر از ناحیه واسه نیز لباسهای زنانه اش را بیرون کرده لباس مردانه به بر کرده بود. نامش را نیز امید گذاشته بود، ولی او به فرق از سلیمان جسماً زن بود. او گفته بود باطناً مرد است و می‌خواهد تبدیل جنس کند. اما سلیمان تنها بنابر بیماری مادرزادی از کودکی اشتباهاً دختر دانسته میشد. اشتباهی که پس از 22 سال اصلاح شد و رخشانه به سلیمان تبدیل یافت.